سلام. ببین چیز الان من دارم چیز میکنم که اصلا بگم که الان تو این ویدیو آموزش چیز رو میخوام بذارم. تو این ویدیو آموزش از اول آوردن دریم لیگو. ببینید تو اول باید بریم وارد تنظیمات بشی. خب بعد ادوانس حالا من شاید اشتباه بخونم. خب در کل بذار من اینجا هم بهتون بگم. اینجا خب اینجا زده، بعد اینو بزنید، بعد این سطل آشغالی زده اینجا نکن این. خب میزنی روش، بعد اینو باید بزنی، بعد اینو میزنی. میگه درخواست شما ثبت شد تا نزدیک 8 روز دیگه که امروز شنبه است، امروز یک شنبه است، یعنی الان من بخوام چیز کنم تا دوشنبه هفته بعد طول میکشه تا 8 روز دیگه. خب ناکن زده 7 ساعت و 7 روز و 23 ساعت و 59 دقیقه هم میشه 7 ساعت و 7 روز و بعد مثلا این تو میشه 24 ساعت، در کل میشه 8 روز دیگه. بعد اگه بخوای مثلا دیگه کنسل کنی، مثلا تا دیگه این که تا 8 روز طول میکشه. خب اگه نظر عوض شد میری تو بازی، مشکل نره. الان مثلا میزنم بیرون. خب بعد میزنم تو دریم لیگ. بعد نکن باز همونو بود. بعد اگه مثلا باز چیز باشه مشکل نره، مثلا تو 5 روز بعدش هم بری مشکل نره. بعد بخوای مثلا کنسل کنی، این گزینه این هست کنسل اینو. خب این آبیه رو دیگه حالا نفهمیدم چی نوشته این. خب اینو بزنی کنسل میشه، بعد میری تو اکانتت.